خبرهای دروغ در شبکه‌های اجتماعی و میان مردم خیلی زود پهن می‌شوند. هر قدری که زیاد پهن شدند به همان اندازه بزرگ و غیر واقعی می‌گردند. زیرا نفرانی که با پهن کردن خبرهای دروغ مشغول هستند از ابزارهای استفاده می‌برند که خواننده را بچون و چرا به خود جلب می‌کنند. درود دوستان عزیز، در برنامه امروزه دور راجع به معلوماتی بر دروغ و خبرهای فیکی صحبت خواهیم کرد. چند سال قبل همین گونه خبرهای دروغ و فیکی درباره سید احسان جلالیان نیز خیلی زیاد پهن می‌شدند و ما می‌خوایم که صحبت رو از ایشان شروع کنیم. من می‌خواستم نظر شما رو بپرسم. وقتی یک نفر مورد خبرهای فیکی گرفتار می‌شود، از حالت روانیش چگونه است و عموما چگونه واکنش می‌کند؟ واقعا هم وقتی یک خبرهای بر دروغ به هر نفری هم باشد، خواه ژورنالیست خواه غیر آن، بر دروغ پخش می‌شوند، شما کوشش میکنید که اون دروغ رو دروغ بودنش بگویید، ولی نمیتوانید چون سیله حرف‌های بر دروغ از هر طرف پخش شدن میگیرد، ولی شما یک نفره و میان همون دریا نمیتواند ایستاده، حتما تاثیر خیلی سخت میرساند. اما خود شما چه حال داشته در همون وقتا؟ در بیشتری موردها من آرام می نشستم، حتی در نقلیات هم می رفتم. وقتی رادیوی امروز گذاشته می شد و بعضا نفران می گفتن در همین رادیو هم یک بچک بود، اونا بازداشت کردند و همین حرف ها، ولی هرچندی که من بگم اونا من باور نمی کردن همون نفر همین نفر باشه، چون خب معلوم است من یک نفر عادی و اون صدا یا یاش میتونم، ولی اون صدا خیلی مرغوله دار و وقت فکر میکردن صاحبش کدام یک نفری خیلی تنومند و کلانسال است. قانون نسبت یا نفرانی که با پهن کردن خبرهای دروغ مشغول هستند چه چاره میاندیشد؟ در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان مشخصاً وابسته به کردارهای جنایتی مشخص جوابگری جنایتی مقرر کرده است. مثلا برای دیده و دانسته پهن کردن خبرهای بر دروغ وابسته به عمل تروریستی در کدکس جنایتی جوابگری جنایتی موجود است. اما وابسته به خبرهایی که مثلا خصوصیت تحقیرآمیز دارند، خصوصیت تهمت دارند، یعنی واقعیت ندارند و در کدکس جنایتی مشخصاً برای آنها ماده دخلدار معین نگردیده است، در دایره کدکس مدنی برای ضرر معنوی که به شهروندی که مشخص از تهمت یا بهتان یا تحقیر جبر دیده اعتراف کرده می شود، در دایره کدکس مدنی از جانب حاکمیت سودی سودهای دخلدار معین کرده می شود و بسته با اندازه ضرر معنوی شخص از جانب سود معین کرده. جبران پولی ستانیده می شود. بله، جبران پولی ستانیده می شود. همین گونه شکایت ها از روی نفرانی که خبرهای دروغ در شبکه‌های اجتماعی پهن میکنند زیاد است یا کم است؟ چگونه است؟ مردم زیاد مراجعت میکنند به شما؟ وابسته به تحقیر و تهمت و بهتانی که نسبت شهروندان عرض شکایت به نظر نمی رسد، وابسته به معلومات حیات شخصی که شهروندان دارند، بعضی گمانبران این جنایت از آن استفاده میبرند، عکس و نوارهایی که به حیات شخصی شهروندان از آن جمله جوان دختران تعلق منصوب می باشد استفاده میبرند و با راه ارعاب و شانتاژ از آنها مبلغ پولی طلب میکنند که در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان یعنی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 250 یعنی طمع‌جویی با راه ارعاب شانتاژ پیش بینی شده است و وابسته به عرض شکایت شهروندان پیوسته کارمندان وزارت کارهای داخلی چاره‌بینی ها راه اندازی میکنند و نسبت این گونه شخصان جزای جنایتی رو مقرر میکنند. وقتی یک نفر در شبکه اجتماعی مورد خبرهای دروغ قرار میگیرد، درباره او اطلاعاتی بر دروغ پهن می شود، باید چی کار کند از نگاه شما؟ با پیدا شدن و وسیع گردیدن امکانیت های عالم مجازی
аз ҷумла дар шакли интернет ва шаклҳои гуногуни шабакаҳои иҷтимоӣ хуб имкониятҳои шахсҳои бадхоҳ ҳам зиёд шуданд. онҳо шаклҳои гуногуни паҳн кардани хабарҳои бардуруғ барои гирифтани ягон фоидае бигзорем фоидаи барои ситонидани қасос, бале барои пас задани обрӯи шахс бошад, барои ба даст овардани ягон фоидаи агар ки сиёсӣ бошад, фоидаи молиявӣ бошад, ин чизҳо имкониятҳо зиёд шуданд ва ин як муддат то замоне ки инсоният, башарият одат мекунад ба ин воқеияти имрӯзаи ҳаёти мо, ин чизҳо рафтан мегиранд ва мунтазам мураккаб шудан ҳам мегиранд. мафҳумҳое ҳастанд бо номи интернет мобинг ё ки кибермобинг, кибербулинг ки одатан дар байни ҷавоно аввал паҳн мешаванд. паҳн кардани маълумоти бардуруғ бо истифода аз хабарҳои матнӣ ё ки суратҳо, видеонаворҳо дар бораи ягон шахс барои пас задани шахсияти ӯ, то ин ки онро аз майдони рақобат барҳам зананд. хуб акнун бевосита ба ҳамон агар дар бораи саволи шумо кӯшиш кунем ки аз нигоҳи равоншиносӣ ҷавоб диҳем, пас вақте ки дар бораи шахс ягон маълумоти бардуруғ паҳн мешавад, пеш аз ҳама бояд оромиро нигоҳ дошт. зеро маҳз анамон аксуламал вокуниши эмотсионали эҳсосотии мо сабаби боз ҳам мураккабтар гардидани вазъият мешавад. боз ҳам таваҷҷӯҳи бештар одамон ба худ ҷалб мекунем, ба ҳамон хабар паҳн мекунем ва дар натиҷа тадриҷан мо худидора аз даст дода метавонем ки боиси боз ҳам хабарҳои нав паҳн шудан мешавад. барои ҳаминам пеш аз ҳама тавсияи равоншиносӣ барои шахсоне ки дар бораи онҳо хабари бардуруғ паҳн шуда, тавсияи аввалин ин нигоҳ доштани оромӣ мебошад. албатта дар ин ҷо вақте ки мо аз худи хабар бохабар мегардем, хабари бардуруғ нисбати худ, дар ин ҳолат пеш аз ҳама бояд як нуқтаи назар, як мавқеи расмии худро баён дорем, изҳор дорем ки ин бардуруғ аст бе шарҳу баёни дигар, барое ки ҳар гуна шарҳу баёни дигар ки дар зери таассуроти эҳсосотии худ баён мекунем, боиси боз ҳам бештар шудани хабарҳо мегардад. яъне ҳамин тавр тавсияи аввал ин оромиро нигоҳ доштан аст. хуб чаро мардум ба хабарҳои дурӯғ бовар мекунанд? чаро ба хабарҳои дурӯғ бовар мекунанд? зуд бовар мекунанд. бале, зеро хабар ҳар қадар дурӯғ бошад, ҳамон қадар ҷолибтар аст. воқеият, ҳақиқат ин дониста шуда аст. асрҳои аср олимон дар соҳаҳои гуногуни илм он тадқиқ карданд, қонуниятҳо муайян карда шуданд ва мо медонем ҳатто вақте ки одам каму беш аз илму дониш бохабар аст, ҳодисаҳоро то андозае пешбинӣ карда метавонад. барое ки аз рӯи қонуният чӣ тавре ки баруси мегӯяд закономерно ҷараён мегиранд, онҳо пайдарпай аз рӯи пайдарпаи сабабу натиҷагӣ ҷараён мегиранд. мо медонем ки баъди чанд муддат шаб мешавад, баъди чанд муддат зимистон фаро мерасад, баъди ҷамъ шудани абрҳо борон меборад ва монанди ҳамино. инҳо аз рӯи пайдарпаи муайян ҷараён гирифтани ҳодисаҳое ки дар ҳақиқат рӯй медиҳанд. ҳодисаҳои дурӯғ бошанд, аз ҳамин қонуниятҳо берунанд, барои ҳамин зуд диққатро ҷалб мекунанд, аз ҳамин доираи дарки мо берунтаранд, барои зуд ҷалб мекунанд. ба ғайр аз ин хабарҳои дурӯғ вақте ки як заминаи як тобиши эҳсосотӣ доранд, эмотсионалӣ доранд, он гоҳ зуд паҳн мешаванд ва мутаассифона айни замон маҳз анамин хабарҳои тақаллубӣ, фейкҳо, маълумоти бардуруғ дар худ анам хеле як вазну тобиши эҳсосотиро дар бар мегиранд ба эмотсияҳои базавӣ мегӯем бунёдии инсон, тарс, изтироб, гӯем ки ғамгинӣ, нафрат ба ҳамино такя мекунанд. яъне хабар ҳатман дар шакли видео бошад, навори видеоӣ бошад ё ки агар ки расмҳо бошад, дар он ҷо ҳатман дар бораи марг, дар бораи садама, дар бораи ягон тағйироти ҷиддии сиёсӣ, ягон ҳодисаҳои иҷтимоӣ, психологӣ, оммавӣ. оё ба манбаҳое ки намехоҳанд номашон ифшо шавад бовар кардан ҷоиз аст? ман мехоҳам назари шуморо бифаҳмам, чун шояд ки нафароне ки намехоҳанд номашон ифшо шавад ягон ғараз низ дошта бошанд. бояд кӯшиш кард ки аз нафарони расмии он ниҳод гирифт. масалан сухангӯи ин ё он вазорат нафаре ҳаст ки аз номи он ниҳод ҳаққи гап задана дорад, ё дар сатҳи муовинону худи раиси ҳамун ниҳод ё вазир бошад ё раиси он ки сардорои раёсату иноа ки масъул карданд
اینا میتوانند. ولی درست است متاسفانه بعضا نفرانی هستند که شاید در داخل خودشان غرض داشته باشن با رهبریت، غرض داشته باشن بعضا از با خودی همون نهاد میگن که نام ما رو نگویید و واقعا هم همین طور گفته میگن، ولی رهبریتش چیزی دیگر میگه در پاسخ به این خاطر در اکثر موارد میبینیم که همین گونه خبرها راست میگن، ولی حالت‌های هم میشود که همین گونه تکیه کردن ها به ضرر خود رسانه میشود. به این خاطر یا حداقل از اون نهاد که گرفتیم باید فکت چک شود. یک ژانر دیگری که فکت چکینگ امروز رایج شده است در وسایل اخباری ما، از چند منبع دیگر همین سنجن و درست بودن و نبودنش معین می شود و بعدا می شود تکیه کرد. مسئله پهن کردن خبرهای فیکی یک نزدیکی دیگر دارد. من میرم قید کنم برای بینندگان محترم. طبق طلبات ماده 462 نشانه یکی کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان برانگیختن کینه و عداوت ملی، دینی، نژادی، مذهبی است. از آن جمله در دیسپوزیسیون ماده مذکور برانگیختن بدبینی اجتماعی و جمعیتی هم پیش بینی شدگی است که جوابگری مأموری دارد. این بسیار البته بهادی نازک رو تقاضا میکند. هدف پهن کردن چنین معلومات از جانب مقامات حفظی حقوق باید معین کرده شود. اگر هدف برانگیختن کینه و عداوت جمعیتی، یعنی در بین جمعیت باشد یا در بین ملت های در بین محل ها باشد، در این حالت جوابگری مأموری پیش بینی شده است. اندازه جزا از 50 تا 100 نشان دهنده برای حساب ها وای دارد. اشتراف و از 5 تا 10 روز حبس مأموری. اگر چنین کردارها تکرارا در دوام سال صادر کرده شوند، جوابگری مأموری پیش بینی شدگی است که از 2 تا 3 سال اگر ما خطا نکنم 2 تا 5 سال جوابگری جنایتی پیش بینی شدگی است باری اول و باز حالتهای وزنی کننده دارد. اگر در طرف گروه اشخاص باشد با مصلحت پیشکی باشد. چون که متخصصان گفتند البته اداره کردن فضای اطلاعاتی مخصوصا مجازی مشکل است و باور کردن به خبر حقیقت یا دروغ داشتنش مردم رو میباید که تفکر انتقادی داشته باشند. یا تفکر انتقادی نباید که سایقل دیان یا اینکه در همون شخص باید باشد و برای تفکر انتقادی را بلند برداشتن سایقل دادن کتاب بدیهی باید خوان، روزنامه باید خوان و حتما به رسانه های رسمی باید تکیه کرد. و امروز ها همگان مشاهده میکنیم که همه از اینترنت استفاده میبرند. حتی اگر بدیهی روید مسافدان هم دارند، چون که این یک واسطه معاشرت است با فرزندانشان، با اهل بیتشان و همین خیلی هم هست که حتی آب و هوا یا باد و هوا را گوییم از اینترنت میبینند و من گفتنی هستم که مردم بیشتر به رسانه های رسمی تکیه کنند، هر خبری که هست از اونجا گیرند و نه به همه خبرهایی که به واسطه اینترنت پخش میشوند باور نکنند. خب شبکه‌های اجتماعی منبع خبر شده میتوانند، چون امروز میبینیم که بعضی از رسانه‌ها به شبکه‌های اجتماعی تکیه میکنند. مثلا فلان شهر در صحیفه‌اش گفت یا که در شبکه‌های اجتماعی طریق کدام یک گروهی که در هیچ جا رسمیت ندارد، واقعیت ندارد، اون گروه رو مثلا هیچ کس به رسمیت نشناخته است، با اون تکیه میکنند. بله، متاسفانه در ما حالا همین طور شده است که واکنش این یا آن نهاد هم از اونه که در یک رسانه رسمی نشر بشود میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی اگر مطلب نشر شود در اون بیشتر میشود، در حالی که شبکه‌های اجتماعی را همچون یک رسانه اعتراف نمیکنه قانونگذار. یعنی در قید مثلا وزارت عدلیه در قید همچون رسانه گرفته نشده است. یعنی واکنش کردن در قانون گفته شده است که واکنش کردن به موادهای وسایل اخبار عامه، نه اونه که به مثلا شبکه‌های اجتماعی. متاسفانه در ما همین طور شده. چرا؟
به آن خاطر که نماینده های خیلی والا مقام این یا آن نهادها در شبکه‌های اجتماعی صفحه‌های خودشان دارند و نهاد پایان‌ترشان زود واکنش میکنند. متاسفانه قانون چیزی دیگر میگه، بعضا نهادها چیزی دیگر میکنن. چرا؟ چون اکنون جامعه همین طلب کرده است. حالا اینه که یعنی واقعا جامعه طلب میکند ولی منبع با اعتماد بودن نمیتونه. اومدیم به سر منبع با اعتماد، چون در روزنامه شما نفری نشر کننده را پیدا میکنید چون نفری رسمی چاپ میکنه، ولی در شبکه‌های اجتماعی یک فیک میبراید، نامش دیگر میکند، یک خبری بر دروغ پهن میکند. این خیلی خوفناک است. به این خاطر چی باید کرد؟ چون حالا گفته ایستادن که خب نمیدونم باید خب رسما و این چیزا رو میگم، اما باید همگان باید بدونه، چون اکثر من حالا یک خبر نشر شد، من میتوانم تشخیص کنم، شما میتوانید، من حقوق شناسان و روانشناسان تشخیص میکنن، شبهه میکنن به همون خبر که شاید این درست نباشد و چند منبع دیگر میبینن. اما مردم عادی اینو چیکار کنن؟ همون خبری که شنیدن زود میگن هم درست بوده است. مثل گفتم، من مثال آوردم یک خبری که قبلا یا صدها خبر دیگر است. هر روز میرم یک خبر میپرسن از دهه که واقعا همین طور شده، میگم که نه این طور نیست، من قانونگذار این طور نه، میگن همین طور شده. من خواندم که در اینترنت همین گونه حرفا گفتن شده است. به این خاطر باید در مکتب‌های میانه سواد رسانه‌ای، درس رسانه‌ای باشد، تشخیص کنی باشد. این در بعضی از کشورهای جهان هست، چون اکنون این روند رشد کرده است. ما اینا پیش گرفتن نمیتوانیم. نه تنها در مکتب‌ها میانه، ما میتونیم در دانشگاه‌ها نیز این چیزو بگذار این چیز باشه. تنها دانستن و تشخیص کردن برای ژورنالیست نباشد، برای مثلا بعضا تحلیلگران نباشد، برای عامه باشد. ما اگر خواهیم که از این خوف و خطرها ایمن باشیم، باید سواد رسانه‌ای مردم بالا باشند، چون که وقتی تشخیص کرده میتونه شما مسلح هستید، هر چیز به شما ضربه سخت زده نمیتوند، هر خبر شما را به گمراهی نمیبرد اگر مسلح به تشخیص و مسلح به تحلیل درست کرده توانستن باشه. تفکر انتقادی بیدار باشه. تشکر زیاد. و وابسته به همین شما چون از مردم گفتید، ما از مردم نیست سوال کردیم وابسته به همین و فشرده جوابهایشان رو حالا در اکران پیشنهادش می‌کنیم. مرحبا. سایت هایی هست که با آدم با معنی سری آدم و دیگر چیزا خیلی ضرر کلان دارد. چون با اینش با کتابخوانی مشغول شدن خوبتر است. В этом видео было сказано, что если в телефоне скачать одно приложение, то оно каждый раз будет очищать твой телефон. И когда я скачала это приложение, у меня телефон сломался. Официальный сайт дора. Официальный сайт. Уджара найсага ки официальный сайт галочка дора. Ана он чизода мумкин хачкни, бовар кни. Ози хами дуруг роз бисёр шидага. برای همین هیچ کدام باور کردن در کار نیست، عقل قطعی کار کردن در کار. خبر باید معتمد باشد، دلیل قطعی داشته باشد. من حتما از خبرهای رسمی استفاده میبرم. تشکر زیاد. واقعا مردم نظرهای گوناگون دارند. حتی بعضی مردم اگر صحبت کنیم میگن که باید به منبع‌های رسمی باور کنیم، باید مثلا به خبرهای اینترنت باور نکنیم، ولی خودشون باور میکنن. مثلا باز میگن که ما خبر رو از اینترنت شنیدیم یا که در اینترنت پخش شده است. خب شما چی توصیه میدهید برای برطرف کردن، برای کم کردن یعنی میگونه خبر و آوازها؟ خب در اینجا برادران پیشنهاد کردن درباره بلند برداشتن قابلیت‌های فردی تشخیص اما اخبارات. این بسیار درست است. اگر ما تو به این درجه اهالی رو تربیه کرده توانیم، در روحیه از چند سرچشمه معلومات گرفتن، مقایسه کردن، یعنی تشخیص گذاشتن به درستی یا حقیقت یا بر دروغی آن، این البته بسیار هم خوب میشد. اما واقعیت را اگر گیریم این بسیار دشوار است، زیرا بسیار استفاده برندگان این جوانان، نورسان و حتی کودکان می باشند
که آنها نه تنها استفاده برنده بلکه پهن کننده همون پهن کننده اخبار هستند و شما میدونید که چقدر تماشابین بسیار باشد و بیننده یا که قبول کننده اخبار بسیار باشد بسیار گیرد همون قدر زیادتر پهن میشه در گروه های دیگر. پس ما باید سمتای در برابر این چیز رو البته کوشش کردن در کار در مکتب ها ما میتونیم در این باره البته در شکل درس من فکر نمی کنم که این جاری شونده باشد عملی شونده باشد این را در شکل مثلا محفل ها ساعت های تربیوی مجلس های پدر و مادران و مانند اینها کارهای شکل‌های گوناگون کارهای فهماندهی ما میتونیم چیز رو جاری کنیم اما طرف دیگری کار ما میتونیم ببینید که در اینجا قید کردم و درست خیلی درست هم قید کرده شد وقتی که جواب به همون خبری بر دروغ از طرف مقامات رسمی رسانده می شود البته تاثیر اون رو خیلی کاهش میدهد تاثیر ناگواری این خبری بر دروغ رو خیلی پست میگردونه در همین جا اکنون با یک چیز دقت دادن در کار هرچی واکنش هرچی باید بر وقت‌تر صورت بگیرد در حال سریع باید باشد البته از طرف مقامات رسمی باید همون مقاماتی که مقامات رسمی بگذار آن وزارت ها باشد کمیته ها باشد مرکز های مطبوعاتی دارند در اونجا باید شخصایی باشند که دائما از خبرهایی که نسبت خبرهای بر دروغ نسبت مقامات آنها پهن شده زود در حال با خبر شوند و آنها دانند که چگونه و در کجا جواب دهند در حال جواب دهند حتی در شبکه‌ها نه تنها در واسطه اخبار عامه بلکه در شبکه‌های اجتماعی هم از طرف شخصی رسمی جواب داده شود برای که امروزا حتی همون هر یک گیم که کارمندان مقامات رسمی هم دارن یعنی در صحیفه های اجتماعی نامنویس شدن صحیفه های خود را دارن در همین جاها در هر چیز زودتر زیرا که قانونیت های پسیخولوژی چنین میگویند که تأثیرات اول افکت تأثیرات اول میگن خبر اول شنیده شده زیادتر تاثیر میرساند به آدم و مدتی درازتر میایستد وقتی که من خبر رو میشنم زیر تاثیرات اون چند نمود اندیشه های خود رو کارکرد میکنم یک موقع خود رو میگیرم و من بعد حتی دروغ بودن اون رو شنوم نمیخواهم که با اندیشه های قبلی خودم زید برویم انا برای همینم این چیز در اساس تحقیقات زیاد تصدیق شده است که جواب هر قدر بر وقت‌تر باشد اگر همون قدر تاثیر منفی اون رو خونسا میکند از بین میبرد چگونه که در بالا هم ذکر شد باید سواد رسانه های بالا باشد درس باشد و حالا ما تا این وقت در محفل ها هم گفتیم و در برنامه ها هم گفتیم و در هر جای دیگر هم و خودمان هم چند مراتب هم در اینجا در دیگر جا هم میگیم که خب درست است که همه دسترسی به تلویزیون و رادیو و روزنامه ها ندارن و خب در شبکه ها هم هرچند هست ولی خواهی نخواهی از اینجا درس میگذارد اونم میبینن و اینچنین باز خبر دروغ هم باور میکنن به این خاطر چون سامعه یعنی با گوش فهمیدن و اون تاکید کردن خیلی تأثیری خوبتر دارد از اونی که میخوانن مثلا نه اون چیزی که میبینن یعنی در نظرشون تاکیدن میفهمونن اون چیزی دیگر است به همین خاطر درس خیلی درس دادن همین حالت خب خیلی مهم است یکم دومش این که چگونه که روانشناس هم خیلی ذکر کردم فعال بودن رسانه ها نهادها یا همون مسئولین نهادها این چی خیلی مهم است عصر تکنولوژی معاصر است خیلی از سخنهای شما هم برمیاد بسیار واکنش سری وقتی از جانب مقامات دخلدار در سامانه‌های رسمیشون کرده میشه امروز قریب در تمام مقامات دولتی سامانه‌های رسمی موجود هستند اینها متخصصان کسبی وابسته به مسائلی که به وجود میاد سری وقتی اگر که واکنش گیرن به فکر من تستر از دسترس مردم میشه برای اون که برنامه تشکیل کردن یک روز مردم جمع کردن وای کردن یا که دیگر این یک چیز مقرر است در دنیا همین خیلی وای است تمام دولت‌های ابرقدرت شخصای رسمیشون و صفحه فیسبوکشون حتی دارن در همون جهت‌ها شبکه‌های اجتماعی توییتر دارن واکنش میکنن این با زمان هم قدم بودن در کار این یک دیگه مسئله فرهنگ استفاده برای سامانه‌های اجتماعی استفاده برای اینترنت از سطح تفکر جهانبینی مردم وابسته است و پرابلم دیگر این که فقط 20% اطلاعات در فضای مجازی
80% اطلاعاتی لازمه اینها مربوط هستند به مقامات داخلدار، کارخانه‌های عظیمی که اینها کد دارن، مشتریان خود را دارن، بیای رسمی خود را دارن. 20% اطلاعات دیگر این اطلاعاتی است که میتونه با نام مستعار شخصی که با نام‌های مستعار برآمد تاثیرگذار باشند در فضای در دنیا. مثلا همه ساله که در امروز مثلا یکی از تهدیدهای خطر بزرگترین تهدیدهای تبلیغاتی بر دروغ ایدئولوژی اکستریمیستی تروریستی است. زیاده از 6000 سایت ها فعال هستند. همه ساله 1000 سایت های دیگر، 1000 از 900 تا 1000 سایت های بین المللی فعال کرده می شوند که متاسفانه اطلاعات را تقلب کاری کرده، اندیشه واقعی را به اندیشه باطل تبدیل داده در تمام دنیا، حتی در انگلیس و فرانسه و تمام قشر، یعنی خصوصیت افراطگری در بین مردم پهن کرده است. از این لحاظ یعنی فعال بودن چه مقامات دولتی چه جامعه شهروندی در سمت واکنش واقع بینانه، علما اساسناک و سر وقتی یکی از راه‌های منفعت پذیر در این سمت محسوب می‌شود. تشکر. سلامت باشید. سپاس میگم که امروز به برنامه تشریف آوردید، فکر و نظرهای خود را راجع به موضوعی که ما پیشنهاد کردیم ارائه داشتید و هدف ما از تهیه این برنامه این است که همین گونه مسئله ها را به جامعه برسانیم و راه حل آن را دریابیم. دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه امروزی دور هستیم. به شما سلامتی و روزگاری خوش تمنا داریم. تا دیدار خیر.